بسم الله الرحمن الرحیم. اما السفینه برش میگه که من او کشتی رو وقتی که پاره کردم یا شکستاندم او هدفمند بود. چرا؟ اما السفینه فکانت لمساکین، این کشتی از مردمای چی بودن؟ مسکین بودن و اینا ما و شما را گرفتن در کشتی خود سوار کردن، همراه ما و شما یک احسان کردن. مردمای مسکین و فقیری هستن که از طریق همین کشتیرانی یا بر خود نفقه چی میکنن؟ یعملون فی البحر، کار میکنن در بحر. فاردت ان اعیبها، من ایره خواستم که معیوب بسازم. معیوب چی معنی؟ یعنی خواستم که همین کشتی را یک کمک زخمی و خراب بسازم، شکست. حرفش بگی متوجه هستی؟ اخف ضررین امیره میگن. اینه گفت اینی ضرره که کم برازی رساندم، اینا میتونه که امو تخته شکسته رو اونجا برن جور بکنن، اما اگه کل زیر غصب میکرد او پادشاه، پس برازی ضرر میرساند. پس من یک کار از این خاطر کردم. موسی علیه السلام گفت والله ما علم غیب نداشتم، از این ملک خبر نداشتم، از این حالت خبر نداشتم. چطور است؟ گفت والله کار خوب کردی. متوجه هستی؟ کار خوب کردی. یعنی بسیاری وقت هست که بعضی جوانا وقتی که حکمت یک چیز رو نمیفهمن باز میخوان من این حدیث قبول ندارم، من این آیت قرآن قبول ندارم. او برادر، توی کلمه کفر به خاطر ازی میگی که تو حکمتش نمیفهمی. حالا بسیاری چیزاست ما و شما حکمتش نمیفهمیم. یک وقت مردم میگفتن این آیت قرآن آمد گفت قیامت چه وقت است؟ الله گفت همین قیامت شب میشه یا روز میشه. یک تعداد آمدن ای پیغمبر، حتی چند سال پیش مردم باز چی میکردن؟ این قرآن چرا نگفته که قیامت چه وقت است؟ باید دقیق میگفت روز است یا شب است. حالا ما و شما فهمیدیم که قرآن حق میگفت. چرا؟ همون لحظه که قیامت میشه در نیم کره زمین شب میباشه، در نیم کره زمین دیگه چی میباشه؟ روز میباشه. پس الله متعال گفت که اعطاها امرنا لیلا او نهارا، شب یا روز قیامت. پس اینجا گفت که چی هسته؟ پس فهمید موسی علیه السلام اوه سبحان الله حکمت شما آل رسیدم فهمیدم. خب و اما الغلام، اما او بچه که ما به قتل رساندم، فکان ابواه مؤمنین، والدین ازی مردمای مؤمن بودن. الله متعال بر ما گفت که اینمی بچه اگر کلان شوه ای چی میشه؟ ای به می پدر مادر مؤمن خود ضرر میرسانه. بناهن خوب است که ای فرزند از اینا روحش قبض شوه و بره. حکمت الله هست. الله متعال برازی چی میته؟ فرزند دیگی نصیبشان میکنه. فخشینا ان یرحقهما طغیانا و کفرا، پس ترسیدیم ان یرحقهما که یا او را در حالت چی؟ ارحاق، یا در حالت سختی و سرشان غالب بیایه، سرشان فشار بیاره، غلبه بکنه. امی بچه بیدینشان از نگاه طغیان، سرکشی و کفر کافر شوه. فاردنا ان یبدلهما ربهما خیر منه، گفت ما خواستیم که تبدیل بکنه ربش خیر منه زکاتن، از او کده فرزند خوبتر برش بده. و این حکمت ازیر الله بر ما وحی کرده بود و بر خودت وحی نکرده. متوجه هستی؟ بنابراین من این کار کردم. و اقرب رحمه، و این بسیار نزدیک باشم و فرزند بعدی از اینا از نگاه مهربانی، باز این بسیار فرزند مطیع و خوب باشه. بنان این کار هم مطابق امر الله شده. شما حکمتش نمیفهمیدین، برای ما حکمت از این وحی خبر شده بود، از این خاطر من این کار کردم. موسی علیه السلام فهمید که والا این کاری که کرده مطابق امر الله هست و کار مناسبی را کرده و درست کرده. و اما الجدار، اولا مثلا بعضی کسان میگه که در جهاد خشونت است، قتل است. کل قتل ها خشونت نیست. وقتی که شما یک نفری که
اختطاف چی هست؟ چندین نفر کشته، در مملکت فساد ایجاد کرده، بسیار مردم ها را مالایشان نگرفته. عالمی قاتل که 10 نفر کشته، اگر سر از این حکم قصاص الله تطبیق میشه و خود از این قصاص میشه، این جامعه را زنده میسازه و یا بر نقص جامعه هست؟ الله متعال میگه اینمی قصاص هست و فی القصاص حیات، زندگی جامعه هست. مثلا اگه دست ما هست، دکتر بر ما بگه که استاد اینمی استخوان شما از این قسمت تا این قسمت سیاه شده، متوجه هستین؟ اگر شما این دستتان از این قسمت قطع نکنین، این سیاهی هم می کل وجودتان خراب میکنه. من میرم برای دکتر پیسام میتم و وقتی عملیاتم میگیرم از پیش تشکریام میکنم، براش عذرام میکنم که دکتر صاحب دست مرا عملیات کو. دکتر میگیره دست مرا قطع میکنه. حالا دکتر اینجا خوب کار کرد یا کار خراب کرد؟ و چرا من حاضر شدم؟ انسان که از در یک جامعه چی است؟ خود انسان مثل نمی دست است. هر کدام ما و شما یک عضو جامعه هستیم. این جامعه مثل یک سیستم بزرگ است و ما و شما یک پرزه کوچک از او هستیم. هر پرزه که فاصله چه دور میکشه. موتران که ماشینش هم که ببینه خراب است نمیگه ماشین او سوک یک ماشین نبوده موتر ما میشانیم. متوجه هستین؟ این انسان اختطافچی، انسان قاتله که انسان ها را هم مالش میگیره، هم خانهش میگیره، هم تجاوز جنسی میکنه، هم بالاخره میکشه. آلی را قصاص کردی این به نفع جامعه است. الله متعال میگه و فی القصاص حیات. بسیاری کسا می حکمت ها را نمیفهمه، باز میخیزه که این والا صاحب خشونت است و چطور است. یا یک مملکت یک کسر مثلا مردم میان اشغال میکنن. اگر مثلا افغان ها رفتن در روسیه، یک 4000 5000 جوانای ما و شما رفت طرف روس، سر روس حمله کرد، بازوا حق دارن که بخیزن ما و شما را بزنن و راکت بزنن و فایر بکنن. اگر باز روس در افغانستان آمد یا امریکا در افغانستان آمد، باز ما و شما دیگه چی هستیم؟ هیچ حق نداریم. خیلی چه قسم سیستم است؟ اگر روس خیست مطابق قانون خود در مقابل ما و شما اگر 5000 نفر سلاح بگیریم بریم سر روس حمله بکنیم، باز میگه ما حق داریم از وطن خود دفاع بکنیم. یا تجاوزگر هستن یا غاصب هستن یا آمدن سیزده، باز وقت ما میتونن سر ما بمب اتم پرته. باز کلگی میگه که روس خوب کار کرده، چرا شما 5000 نفر رفتین و حمله کردین؟ ایره باز توجیه میکنن بسیار خوب است. اگر باز روسا در افغانستان آمدن و 5000 روس آمد ما و شما را کشتن، باز ما و شما خستیم دفاع کردیم، باز میگن شما تروریست هستین، اکستریمیست هستین، فاندامنتالیست هستین. میبینین اینا بسیاری وقتا همین معاییر درست نمیفهمن حکمت ها را. بنابراین همین قسم که تو حق داری ما هم حق داریم. منتها حقی که تو داری قانون کفریت برات میگه حق میده، برای ما همین حق کی میده؟ الله متعال میده. پس ما همو حق ما را تحت شریعت اسلامی استعمال میکنیم. و اما الجدار، یعنی دیوار که آباد کردم که شما گفتین، اما الجدار، اما او دیوار که از فکان لغلامین یتیمین، بر 2 غلام یا 2 یتیم بودن، 2 تا بچه‌های یتیم بودن، فی المدینه که در شهر زندگی میکردن. و کان تحته کنز، در زیر زمین دیوار عمود خزانه که پدر و مادرش برشان نگاه کرده بودن، همون در زیر دیوار گور کرده بودن که بچه‌های ما کلان شوی رو بگیرن. و کان تحته کنز لهما و کان ابوهما صالحا، پدر از اینا یک شخص صالح و نیک بود. الله متعال به خضر علیه السلام وحی میکنه که در زیر زمین کنز است و این کنز موسی علیه السلام ندیده. از این خاطر ما عقیده داریم که پیغمبرها علم غیب نداره. اگر موسی علیه السلام علم غیب می داشت، این درس کل شمی است که موسی علیه السلام با وجودی که پیغمبر است، اول العزم است، الله کتش گپ زدن، شخصیت بسیار عالی است، اما علم غیب نداره. بعضی کسا افراط میکنن در شخصیت پیغمبرها و در شخصیت اولیاء الله، باز میگن نه کل از یا غیب میفهمیدن. اول موسی علیه السلام اگر غیب میفهمید چی نیاز داشت که این حکمت ها را خضر علیه السلام برش میگفت؟ چون برای غیب یک چیز است، علم غیب و اخبار عن الغیب. اینجا برای خضر علیه السلام خبر از غیب رسیده بود، بر موسی علیه السلام خبر از غیب نرسیده بود و اردوی از اینا علم غیب نداشتن، نه خضر نه موسی. فرقشان همین بود که برای او وحی شده، برای این وحی نشده است. خب حالا اینجا میگه که این دیوار ما به خاطر از بلند کردن که دیوار یتیما بود و زیر از او خزانه پدرشان بود، اما مالی که ذخیره کرده بود. و کان ابوهما صالحا، پدرشان شخص خوب بود، وفات کرده بود. فاراد ربک، رب تو اراده کرد، ان یبلغا، که امی فرزندکای یتیم جوان شوند، برسن، ان یبلغا برسن اشدهما، با مو سن رشد و جوانی خود، و یستخرجا کنزهما، وقتی که جوان شدن با زیر دیوار همین چیز خدا بکشن. رحمت من ربک، این رحمت از جانب پروردگار
تو بود و ما فعلته امرا. آل خضر علیه السلام برش یک گپ میزنه که اینمی کارا رو که من کردم ایره نسبت به منت این موسی علیه السلام ایره من از دل خود نکردیم. یعنی اولیاء الله هیچ کار را بدون امر الله کردن نمیتونن. اول در عصر ما و شما هر کسی ولی الله هست، پیش روش حکم الله هست، کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این حال اگر یک شخص میخواد که ولی الله شود باید به امر الله که قرآن و سنت است به می اطاعت بکنه. اگر از قرآن و سنت خارج میشه بازی ولی الله نیست، شیطان هست. از این خاطر امی خضر علیه السلام برش میگه که و ما فعلته عن امری. متوجه باشی موسی علیه السلام این کارا را که من کردم بدل خود نکردم، بلکه اخبار غیب بود که الله متعال بر من گفته بود، من این کار کردم و بر شما هم اون خبر دادم. ذالک تعویل ما لم تستطع علیه صبر. این اونمو تعویل آنچه هست که شما نتونستین، لم تستطع نتونستین شما علیه صبر که بالا از او صبر بکنین. این در این قسمت قصه چی؟ اما خبر موسی علیه السلام با خضر علیه السلام چی میشه؟ ثابت میشه. از این چی ثابت میشه؟ اول ثابت میشه که اگر خضر علیه السلام پیغمبر باشه برش وحی میه و آنچه که برش وحی آمده از جانب الله هست، و اگر پیغمبر هم نبود برای از این خاطر علما میگه چون این کل کارا را گفت که و ما فعلته عن امری، ایره من از دل خود نکردم بلکه برای من حکم از جانب الله آمد، از این خاطر علما میگن که خضر علیه السلام چی بود؟ پیغمبر بود. و اگر پیغمبر هم نبود در این قسمت برش اینمی احکام الله وحی کرده بود، پس این هم یک بنده صالح الله بود. و از این خاطر ما و شما مسلمان ها باید به پیغمبران، به اولیاء الله، به نبیین، صدیقین و شهدا و صالحین از دیدگاه قرآن ایمان داشته باشیم. این یک. دومی است که نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین غیب نمیفهمن. این دو. سوم در قسمت از اینه باید افراط و تفریط نکنیم. افراطی هست که بعضی کسا چی میکنن؟ شخصیت پیغمبرها را و شخصیت اولیاء الله را اقدر بلند میبرن که صفات الله را بر از اونا میتن. پس ما و شما باید صفات الله را بر از اونا نتیم، ولی به اونا ایمان داشته باشیم، اقرار داشته باشیم، احترام داشته باشیم، محبت داشته باشیم. و هر کاری را که اونا میکنن مخالف باید با امو شریعت الله نباشه. خضر علیه السلام هیچ کار مخالف شریعت الله نکرده بود. متوجه هستین؟ منتها بعضی اوقات از بعضی کارها هست که ظاهر شما و شما حکمتش نمیفهمیم. این حال هر حکم شرعی که است از این همی ثابت میشه که هر حکم شریعت اسلامی که است این حکمت داره، ولی ما تو حکمتش بسیاری وقتا نمیفهمیم. این حال اگر ما نمیفهمیم حکمت یک چیز را، خود ما باید پیش یک عالم دانشمند به قرآن و به سنت مراجعه بکنیم تا که بفهمیم. اما اگر نفهمیدیم من باید تسلیم شویم، چرا که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هر چیزش حکیمانه هست. متوجه هستین؟ چرا ما و شما عقیده داریم که الله ذات حکیم است. اگر کسی ذات حکیم یقین داره و از اسماء و صفات الله یکی از احکام شمی است که مسلمان واقعی کسی است که اسماء و صفات الله را بفهمه، مطابق از او زندگی بکنه. حالا مثلا ما نام حکیم الله را فهمیدیم که الله با حکمت است، پس ما و شما باید مطابق از این زندگی بکنیم که هر حکم الله که است او به اساس حکم ذات حکیم است. حکمت شما بفهمم یا نفهمم، پس او به منفعت جامعه است. از این خاطر ما و شما بسیاری وقتا یک کار را میکنیم 15 سال بعد میفهمیم که والا ما همین کاری که مطابق قرآن و سنت کردیم این کار بسیار خوب بوده. 15 سال پیش اگه ما از عقل خود یک کار کردیم حالا میفهمیم که 15 سال پیش من بسیار بی‌عقل بودم. متوجه هستین؟ این حال هر سال شما عمل که هستین هر کدام تا حساب کنین، عمل مثلا هستی 20 ساله سیز نه ده 18 سالگیت میگفتی من از کلی که بسیار فهمیده هستم، حالا خودت میگی 18 ساله من لوده بودم. اگر من 18 ساله امی عقل آل می داشتم باز من این پانزه اختیار نمیکردم، فلانی پانزه اختیار میکردم، این فاکولتر اختیار نمیکردم، اونو فاکولتر اختیار میکردم، این کارا نمیکردم، او کارا میکردم. امی حالا من مثلا 53 ساله یک وقتی که من مثلا شما وارد در مرحله لیسانس و ماستری بودم، ماستری هم گرفتم، پس اینجا که آمدم گفتم دیگه از مکده هیچ هوشیارتر نیست. حالا خودم میفهمم که این آدم 10 سال بعد 15 سال بعد خودش میگه سر خود حکم میکنه که من بی عقل هستم. پس کسایی که همیشه سر عقل خود
میکنه، باز یک وقت میفهمه که من بسیار بیعقل هستم. مثل فرعون میگفت انا ربکم الاعلی، من خدایتان هستم، معبود بزرگتان هستم. وقتی که ملک الموت دید فهمید که او من بسیار بیعقل بودم. گفت حالا تسلیم شدم. گفت نه بی وقت تسلیم شدی، در وقت باید مسلمان بشی، در وقت جان کندن مسلمانی قبول نمیشه. ایناله نوبت میرسه به ذوالقرنین. و یسالونک عن ذوالقرنین، الله متعال میگه ای رسول الله صلی، از شما در مورد ذوالقرنین پرسان میکنن. یک شخصی بود، یک انسانی بود، انسان خوب بود. ایره بعضی کسا میگه سلطان سکندر ذوالقرنین، اما این سلطان سکندری که در تاریخ آمده و مناطق فتوحات کرده و مثلا کافر بوده او نیست. این ذوالقرنینی که در اینجا ذکر شده او هم ذوالقرنین مسلمان و دیندار هست. قل سأتلو علیکم منه ذکرا، برشان بگو که سأتلو ما بر شما تلاوت میکنم منه از او ذکران، بعضی از چیره پند و نصیحت هایی که از ذوالقرنین باید بگیرین. انا مکننا له فی الارض، الله متعال میگه ما برای ذوالقرنین امکانات دادیم. و الله متعال وقتی که امکانات برای یک کس میته، کافر و بیدین الله امکانات نمیته. و اگر امکانات بعضی هم برای بعضی کافرها میته، او دیگه باز امکانات موقتی و خراب است. برای ذوالقرنین میگه ما بعضی امکاناتی را دادیم و آتیناه من کل شیء سببا، و از هر چیزی بر از او یک سبب دادیم. چی معنی؟ یعنی این از نگاه عسکری سبب جمعش اسباب است. ما و شما در عالم اسباب زندگی میکنیم. از این خاطر علامه ابن تیمیه رحمه الله یک قاعده بسیار خوبش میگه در قسمت اسباب دنیوی. اینجا الله متعال میگه که ما برای ذوالقرنین سبب دادیم، یعنی از هر چیز اسباب دنیوی خوبش داشت، اسباب اقتصادی، اسباب جنگی، اسباب لوجستیکی، اسباب مثلا علمی، اسباب فیزیکی، کلی همین اسبابی که در عالم اسباب است میگه الله متعال میگه ما برزی داده بودیم. علامه ابن تیمیه رحمه الله میگه ترک الاسباب جنون. اینال میگه ترک الاسباب چی هست؟ ترک اسباب چی هست؟ جنون است، دیوانگی هست. کسی که از اسباب دنیوی استفاده نمیکنه، مثلا تو مریض هستی، دندان درد هستی، پیش دکتر دندان نمیری که دندانت چی کنی؟ امو کرم خوردگیشه یا برش دوا بگیری یا اصلاح بکنی. اگر پیش دکتر نمیری دیوانگی هست. اگر نیاز به گرده درد میکنه پیش دکتر متخصص یورولوژی نمیری، این دیوانگی هست. یا حالا میگه که ترک الاسباب جنونون، ترک کردن اسباب دیوانگی هست. والاعتماد علیه کفر، اما تنها به اسباب اعتماد کردن بازی کفر است. از این خاطر ما مسلمان ها باید چی داشته باشیم؟ اسباب دنیوی را میگیریم، اما اعتماد و توکل قلبی ما بالای کی است؟ بر الله هست. که بر الله دعا میکنیم پروردگارا من پیش از دکتر میرم عملیات میکنم، یا الله در امی عملیات ازی تو برم شفا نصیب بکو، تا امی سبب مسبب الاسباب خودت استی یا پروردگار. متوجه هستین؟ از این خاطر ما به اسباب در عالم اسباب میریم، اما مسبب الاسباب و کسی که باز شفا دهنده هست الله هست. چرا در هر شفاخانه که بری یک مرده خانه هم است؟ از یک دکتر پرسان کردم، گفتم دکتر صاحب چرا در شفاخانه شما خونش کردین شفا خانه، باز داخلش خوش شفا خانه نیست، مرده خانه است؟ گفت به خاطر از اینکه ما مردم شفا الله میده، ما مریض معالجه میکنیم، اگر الله برای شفا داد از این دروازه خلاص رخصتش میکنیم، اگر مرد در مردخانه رویش میکنیم. شفا به دست ما نیست، ما فقط معالجه میکنیم. متوجه هستین؟ از این خاطر الله متعال میگه ما برای ذوالقرنین میگه چی داده بودیم؟ برش اسباب زیادی را داده بودیم. انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، یعنی از هر چیز اسباب داده بودیم. یعنی الله یک کسی را که عزت میته و خوبی میته اسباب مختلف میته. پس شما مسلمان ها کوشش بکنین که اگر میخواین از این درس، قصه نیست، از یک درس بگیرین. شما اگر میخواین اما تو ذوالقرنین که پیروز شد در بسیاری از مسائل، شما هم پیروز شین، باید تمام اسباب دنیوی را بگیرین. اسباب اعتقادی باید بگیرین، اسباب عبادتی داشته باشین، اسباب اقتصادی داشته باشین، اسباب جنگی و مثلا نظامی و عسکری داشته باشین، اسباب و وسایل مثلا طبی و فیزیکی و کامپیوتری و ای کلش داشته باشین. در اون صورت شما پیروز میشین. الله متعال میگه امو وقت امی کل اسباب برای کی دادیم؟ برای ذوالقرنین دادیم. اول بسیاری مسلمان ها هستن یک تعداد اسباب معنوی را میگیرن، مادی را ترک میکنن. ای هم سکولاریسم است،
بعضی کسا دو قسم سیکولر است، یکی سیکولرهای مادی داریم، یکی سیکولرهای معنوی. سیکولرهای مادی هستن که مادیات میگیرن، معنویات رد میکنن، میگن ما دین از سیاست جدا میکنیم. همین گپ از این معنا هست که یا سیکولرهای مادی هستن، میگه سیاست ما خود ما کار میکنیم و دین در چیز نداشته باشه. سیکولرهای معنوی باز کسایی هستن که نه ما دینداری نمیگیریم، در دنیا غرض نداریم، با خوب و بد خلق جهان کار نداریم. هر دو از سیکولر هستن، سیکولرهای مادی ماتریالیست و سیکولرهای فکری و اعتقادی. انسان مسلمان چی است؟ میگه نه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه. هم باید اسباب دنیوی رو بگیری و هم اعتقاد و ایمان معنوی رو داشته باشی. هر دو یه مثل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و یک جای میکنی. مثلا صلاح گرفتن، مهمات گرفتن، رسول الله صلی الله علیه و لشکر جور کرد، لشکرشان حرکت کردن، آمدن در بدر، لکن دمیم امکاناتی که به دست خودشان بود، عالم اسباب رسول الله کار گرفت، باز دموجه هم دست خود به الله بلند کرد. معنوی چی کرد؟ استغاثه بر الله کرد، به مخلوق نکرد. استستغیثون ربکم. متوجه هستین؟ آل الله متعال حتی اذا بلغ مغرب الشمس، وقتی که میگه امی ذوالقرنین ها دید امی آفتابه که تغربو، که غروب میکرد، فی عین حمئت، در یک چشمه بود که اونجا گل سیاه زیاد داشت. چشمه هست گل سیاه هست. و وجد عندها قوما، دید که در اون قسمت آفتاب غروب کرد. یعنی شما اگر در بحر باشین، ما وقتی که در بحر سفر داشتیم، چند دفعه ما سفر بحری هم داشتیم، در سفر بحری وقتی که شما از کلکینه که کشتی سیل میکنین، امی آفتاب که میشینه تو فکر میکنین در داخل بحر غروب میکنه. او اصلا آفتاب میره دیگه، متونه او چیز میشه، تو فکر میکنی که والا همین در بین بحر غروب کرد. یعنی میگه این هم در جای رسید که همونجا آب بود و فلانی بود، آب سیاه رنگ مثل بحری سیاه واره. نه این دیگه میگه چی شد؟ همینجا آفتاب چی کرد؟ غروب کرد. خب در نزدیک از این چشمه چی بود؟ میگه وجد عندها قوما، در اینجا قوم را دید که میگه ما برش گفتیم ای ذوالقرنین، الله متعال برش میگه ای ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، یا که مردم عذاب میکنی یا در قسمتشان از حسن نیکویی استفاده میکنی. قال اما من ظلمه، گفت اما هر کسی که ظلم کرده جنایتکار است، فسوف نعذبه، او را باز ما تعذیب میکنیم. ثم یرد الی ربه، باز او بر میگرده به پروردگار خود، فیعذبه عذابا نکرا، یعنی ظالما را ما در دنیا جزا میدیم و الله متعال در آخرت هم این جزا میده. در دنیا توسط جهاد سرکوبش میکنم ذوالقرنین گفت، و در آخرت هم الله متعال باز عذابش میده. و اما من آمن، اما اگر از این مردم کسایی بودن که ایمان داشتن و عمل صالحا، اعمال صالحه کردن، جنایت نکردن، قتل نکردن، ظلم بر دیگران نمیکنن، فلو جزاء الحسنى، باز ما هم بر از او پاداش چی میتیم؟ بسیار نیک میتیم. و سنقول له من امرنا یسرا، و سنقول و میگیم له بر از من امر ما، از امو احکامی که ما شریعت تطبیق میکنیم، یسرا آسانی ها را برشان بیان میکنیم که در شریعت الهی که است سختی نیست، آسانی هست، دوستی است، محبت است، اقتصاد است، آرامش جامعه هست، آرامش روانی هست، تمام خوبی های جامعه است. ثم اتبع سببا، باز میگه امی ذوالقرنین رفت پیش گرفت اسباب دیگره، رفت پیش رفت، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، در یک منطقه دیگر رسید که اونجا نو دیگه آفتاب طلوع میکنه. وجدها تطلع علی قوم، در وقت طلوع آفتاب وقتی که اونجا میرسه میبینه که آفتاب طلوع میکنه بالای قومی که لم نجعل لهم من دونها سترا، که لم نجعل لهم، که ما نگردانیده بودیم بر از اونا، من دون هزمی آفتاب سترا، پرده. یعنی مردمای غریبی هستن که نه خانه دارن و نه خیمه دارن و نه امکانات خوب دارن، در بیچاره در جای و در مغاره ها و اینجا چی میکنن؟ زندگی میکنن. کذالک، همین قسم وقت احاطنا بما لدیه خبرا، و الله متعال میگه که احاطه کردیم با آنچه که به نزد زبود خبرن، یعنی علم، برزی علم دادیم بر ذوالقرنین و خوب علمش احاطه کرد. خب این منطقه ها را هم این فتح میکنه و تیر میشه، پیش میره. ثم اتبع سببا، باز امو تو روان میشه بمو سبب و بمو راهی که حرکت کرده، حتی اذا بلغ بین السدین، تا ای که ذوالقرنین میرسه در میان دو کوه، وجد من دونهما قوما، میبینه که در بین زمین در این منطقه پیش همین کوه ها یک قومی هستن، یک گروه مردم هستن که لا یکادون یفقهون قولا، کسایی هستن که هیچ بگپ نمیفهمن، یک قسم بزبزک میکنن، بنگک میکنن، هیچ نه گپ میفهمن و نه دعوت میفهمن و نه دین میفهمن و نه که برش قرآن بخونی میفهمن و نه کتاب میفهمن، هیچ چیز. قالوا یا ذوالقرنین، مردم گفتن که ذوالقرنین این یاجوج و ماجوج کی هستن؟ یاجوج و ماجوج هستن، مفسدون فی الارض، بسیار مردمای فسادکار هستن در زمین. فهل نجعل لك خرجا، آیا میخوای که
بر تو کدام مزد بتیم علی ان تجعل بیننا و بینه سدا. همین مردمای دیگه گفتن که اینمی یک مردمی هستن به نام یاجوج و ماجوج، این بسیار فسادکار هستن و همیشه میان سر ما حمله میکنن، جنایت میکنن، قتل میکنن، میکشن. میخوای ذوالقرنین بر تو یک مزد ما بتیم، در بین ما و از اینا یک چی جور کن، چون ذوالقرنین امکانات اقتصادی و تکنولوژی بسیار خوب در دست خود داشت. حالا برش گفت که این مردم گفتن اگر شوک در بین ما وضعیه یک چیز جور بکنی که فاصله باشه و یا نتونه سر منطقه ما حمله بکنن، صد یا بند. قال ما مکنی فیه ربی خیرون، ای گفت که آنچه که الله متعال بر من امکان ناداده فی در این مورد ربی پروردگار ما داده خیرونی بهتر است. قال گفت ذوالقرنین ما آنچه را که مکنی امکانات داده برای من فیه در آن ربی پروردگار من خیرون بهتر است. فاعینونی، یعنی ما پاداش و اجر خود از الله میگیرم، از شما کدام اجر و پاداش مطالبه نمیکنم، اما یک طلب شما را انجام میتم. فاعینونی بقوت، پس شما امرای ما کمک بکنین با امو قوتی که هست. قوت چی میگه که در قرآن میگه و اعدوا لهم استطعتم من قوه، شما در مقابل دشمنایتان قوی باشین. یعنی اینجا میگه شما هم از تکنولوژیتان، از وسایلتان، از امکاناتتان، از آهنتان، از مستان، از چیزهایی که قابل ذوب است که امکانات صد هست، شما هم آنچه که شما دارین، شما هم امکانات اقتصادی و امکانات تکنولوژیتان در خدمت ما بانین، ما هم امرایتان کمک میکنیم. اجعل بینکم و بینهم ردما، تا ما در بین شما و در بین این قومی که ظالم است یک رد میگه، یک دیوار میگه، من یک دیوار جور میکنم که از این دیوار این طرف آمده نتارن. آتونی زبر الحدید، بیارین بر من تخته های آهن را. یعنی سعی کنین، حتی قرآن ما و شما را میگه که شما همیشه از این وسایل تکنولوژی که میتونه شما را از دشمنای اسلام، از دشمنایتان نجات بده، از این استفاده بکنین. در اینجا تکنولوژی در زمان ذوالقرنین چی بود؟ زبر الحدید بود، امو تخته های آهن بود. گفت آهنی که شما دارین از او آهن بیارین، حتی اذا ساوا بین، تا وقتی که برابر شد امی تخته های آهن جور کردن و آوردن در بین امی منطقه از اینا و منطقه امو یاجوج و ماجوج که سر از اینا حمله میکرد، بین از چی کرد؟ برابر ساخت امی تخته های آهن را بین صدفین، در بین دو کوه، در بین دو کوه امی چی را جور کرد؟ امی دیوار آهنی را. قال انفخوا، گفتن آل آتش بتین، برای آهن که آتش بتی باز یک تخته آهن با آهن دیگه چی میشه؟ پیوند میشه. گفت در اینجا آتش بدمین، حتی اذا جعله نارا، وقتی که میگه خوب در اینجا ایره خوب آتشی گشتاندن، یعنی آهن خوب سر شد. قال گفت ذوالقرنین آتونی افرغ علیه قطرا، گفت آل شما بیارید برای ما چی را؟ مس گداخته شده را قطر میگن، یعنی مس هست یا کدام آهن دیگه هست که او ذوب میشه و در بین امی تخته ها و در سر از اینا انداخته میشه تا که تخته ها خود محکم بگیرن. فمستطاعوا ان یظهروه، پس نتوانستن که امی لشکر یاجوج و ماجوج نتوانستن که از امی دیوار چی شون؟ بالا بروند. و مستطاعوا له نقبا، واقع آمدن لشکر یاجوج و ماجوج خبر شدن که دیوار شروع شده، این کار شده، یا که آمدن از دیوار بالا شدن نتوانستن، دیوار بسیار محکم و آهنین. و مستطاعوا، همچنان نتوانستن که همین دیوار له نقبا، نتوانستن که در او چیز سوراخ هم جور بکنن، یعنی سوراخ هم کردن. نقبا همون نقب سوراخ هم میگن که هر قدر که خواستن چی کنن یا نقبم یا سوراخ هم کرده نتوانستن. قال هذا رحمت من ربی، گفت که این رحمتی از جانب پروردگارم است. فاذا جاء وعد ربی، هر وقتی که وعده رب ما بیاد، جعله دکاء، بازو را هموار میسازه. این حال باز هر وقتی که وعده الله بیاد باز امی دیوار هوار میشه و بالاخره باز یاجوج ماجوج حرکت میکنن و به مو وحشت خود چی میکنن؟ ادامه میتن. و کان وعد ربی حقا، گفت وعده رب ما و حق است. و ترکنا بعضهم یومئذ، الله متعال گفتن که و ترکنا بعضهم، و بگذاریم ما بعضهم بعضشان را یومئذ در آن روز، یموج فی بعض که در موج میکنن یا حمله میکنن بالای بعضی دیگه. و نفخ فی الصور، یعنی امی یاجوج ماجوج یکی از علامات قیامت است که اینا باز میبراین و باز وقت دمیده میشه در سور. فجمعناهم جمعا، باز اینا را کلشان جمع میکنیم. الله متعال میگه و عرضنا جهنم یومئذ للکافرین عرضا، باز الله متعال میگه وقتی که اینا را جمع کردیم قیامت شد، باز پیش میکنیم جهنم یومئذ در این روز للکافرین عرضا، برای کافران پیش کردن. الذين كانت اعینهم فی غطاء، او کسانی که بود چشمایشان در پرده، عن ذکری، از شریعت و از احکام ما.
و کانوا لا یستطیعون السمع، اینا نمیتونستن با وجود از که گوش داشتن، لکن الله متعال اینا را اتو ذلیل ساخته بود، چون دشمنیشان با اسلام سخت بود، اینا حق هیچ نمیشنیدن. افحسب الذین کفروا، آیا پنداشتن کسانی که کافر شدن ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء، ان یتخذوا ای که بگیرن عبادی بنده های مرا من دونی بغیر از من اولیاء، یعنی به عوض از اینکه اینا الله را ولی خود بگیرن، دوست خود بگیرن، اینا رفتن بنده ها مخلوقات اولیای خود گرفتن، دوستای خود گرفتن و به عوض شریعت الله احکام مخلوقات تطبیق کردن و به اونا عبادت کردن. انا اعتدنا، الله متعال میگه ما آماده کردیم جهنم را للکافرین، برای کافرها، نزلا، مثل مهمانی. یعنی مهمانی کافرها در کجا هست؟ در جهنم است. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمال، بگوی رسول الله صلی الله علیه و آله ما شما را خبر بدم برای کسانی که اینا در اعمال خود بسیار خساره میکنن. الذین ضل سعیهم، کسانی هستند که ضایع شده سعی و تلاش از اینا فی الحیات دنیا، در زندگی دنیا، و هم یحسبون، و در حالی که اونا فکر میکنن، تو گمان میکنن، انهم یحسنون صنعا، بسیاری کس یا فکر میکنن ما بسیار صنع یا عمل یا کار خوبی را انجام میدیم، در حالی که اینا در غلط روان هستند. اولئک الذین، این کدام مردم هستند که گمان میکنن که نیکی میکنن لکن در حقیقت اونا اشتباه میکنن؟ اولئک، همین مردم، الذین، کسانی هستند که کفروا، کافر شدن به آیات ربهم، به آیات پروردگارشان، و همچنان کافر شدن به ملاقات و لقائه، به ملاقات الله که در روز قیامت به او ملاقات میکنن، به هم کافر شدن. فحبطت اعمالهم، پس اعمال از اینا چی میشه؟ ضایع میشه. اگر در دنیا کدام کار خوب هم بکنن، پاداشش در دنیا برش داده میشه، دیگه از بین میره. فلا نقیم، پس ما باز اقامه نمیکنیم لهم، بر مردمای بیدین و کافر، یوم القیامت، در روز قیامت، وزنن، هیچ وزنه، یعنی حتی اعمال نیک که زیربنای ایمانی و اعتقادی نداشته باشه، پیش الله هیچ وزن نداره، هیچ ارزش نداره و هیچ وقت ما در ترازوی میزان محاسبه نمیکنیم، یک عمل بی ارزش است. ذالک جزاؤهم، اینی هست جزایشان، جهنم، که او چی است؟ جهنم است. بما کفروا، چرا؟ به خاطر از اینکه اینا حق پوشاندن. کفران چی است؟ پوشاندن حق، پوشاندن عدالت، پوشاندن انصاف، پوشاندن شریعت عادلانه الهی، ایره پوشاندن و ایره کفران کردن و ایره ناسپاسی کردن. و اتخذوا آیاتی، باز این مردم ها چی عادت داشتن که میگرفتن آیات، دلائل قدرت الله را، آیات الله را و همچنان پیغمبران الله را هزوا، بازیا به آیات قرآن و رسولی و به آنچه که رسول آورده هست از سنت ها، سر قرآن و سنت چی میکردن؟ هزوا، تمسخر میکردن. قرآن هم مسخره میگرفتن و سنت هم مسخره میگرفتن، خود پیغمبر هم مسخره میگرفتن و آنچه که پیغمبر میورد ایره هم مسخره میگرفتن. اما در مقابل از این مردمای بدبخت، در مقابل از این مردمای مؤمن هستن، ان الذين آمنوا، یقینا کسانی که ایمان آوردن و عملوا الصالحات، اعمال صالحه کردن، الله متعال میگه کانت لهم جنات الفردوس نزلا، باز جنت فردوس مهمانی از ایناست. نزل به معنای مهمانی. مهمانی از اینا در کجا هست؟ اینا برای اینا مهمانی داده میشه در جنات فردوس، یعنی باغهای جاودانه، خالدین فیها، همیشه در اینجا می باشن. لا یبغون عنها حولا، هیچ وقتی لا یبغون، هیچ وقتی ها نمیخواین که از این برگردن. اتو نعمت های الله برشان میتن که از این نعمت ها راضی میباشن و هیچ وقت نمیخواین از این نعمت ها دور شون. حالا الله متعال میگه شما بنده ها به اندازه توانایی خود دلایل قدرت الله را بیان میکنین، اما قدرت الله و صفات الله و نعمت های الله اینقدر زیاد است که اگر آب بحر چی شوه، رنگ شوه، و قلم هم چی شوه، امی تمام نیها قلم شوه، نمیتونن که چی کنن، امی نعمت های الله را و قدرت الله را بیان میکنن. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم لو کان البحر مدادن، اگر بحر، آب بحر چی شوه، مدادن، رنگ شوه و رنگ سیاه شوه، لکلمات ربی، به خاطر نوشتن امو کلمات پروردگار تو، عظمتش، قوتش، قدرتش، دلایل قدرتش، نعمتهاش، لنفد البحر، پس بحر ختم میشه، فانی میشه، از بین میره، قبل ان تنفد کلمات ربی، پیش از اینکه ختم شوه امو سخنهای پروردگار من. ولو جئنا بمثله مددا، و اگر چی ما باز بیاریم به مثل آب بحر، یک بحر دیگر هم
چی شوه؟ مددگار و کمک شوه، یعنی او هم کمک شوه. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم درس عقیده بده و برشان بگو که انما انا بشر، شما در قسمت ما افراط نکنین، صفات الله را بر من نتین، مرا بسیار مدح و نعتخوانی افراطی نکنین، اما قدر بفهمین که انا بشرون، من بشر هستم مثلکم، مثل شما. و همین قسم که شما غذا میخورین، مادر دارین، پدر دارین، من هم از مادر و پدر تولد شدیم، من هم مثل شما غذا میخورم، در مارکت ها میبرایم، انا بشر مثلکم. لکن فرق ما با شما فقط در یک چیز است که یوحى الی، بر من فقط وحی میشه، اخبار غیب از جانب الله، قرآن عظیم شان و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله بالای ما وحی میشه. انما الهکم اله واحد، اما اله شما او کسی که ذاتش باید عبادت بکنین و شریعت و قانونش تطبیق بکنین، اله واحد، معبود یگانه هست که الله هست. من بنده هستم، نه شریعت بر شما میسازم و نه هم مستحق عبادت هستم. الله متعال است که ارزش ها را تعیین میکنه، حلال، حرام، خوب، بد، حق، باطل، کلش الله معلوم کرده، بیان کرده. اونمو الله هست که ذاتش عبادت میشه و شریعتش تطبیق میشه. فمن کان یرجو لقاء ربه، هر امیدوار است که یا ایماندار است، امید داره و ایمان داره به این که ملاقات بکنه با پروردگار خود، فلیعمل عملا صالحا، پس باید اعمال صالحه بکنه. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، در عبادت الله کس دیگر شریک نکنه. اگر سجده هست به کس دیگه بغیر از الله سجده نکنه، اگر رکوع عبادت است بغیر از الله به کس دیگه رکوع نکنه، اگر نظر عبادت است بغیر از الله به نام مخلوق نظر نکنه، اگر ذبح حیوان و پرنده عبادت است ایره هم فقط به نام الله به طرف قبله الله بکنه، اگر دعا عبادت است فقط دست دعا را به بارگاه الله بلند کنه. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، در عبادت الله هیچ کسی را شریک نسازه. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك و اتوب الیک.